تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. روز بخیر. نخست سرخط موضوع امروز 11 ایول. به قرب شوی با شدت سومونی در یک شبانه روز گذشته قرب سومونی در برابر دلار 26 درم پایین آمد. اکنون $1 به 9 سومونی و 43 درم رسید. بگذار مفتیش جزا گیرد. زنی را که در ازبکستان ماموران میلیسا برهنه کرده بودند میگوید کمک مادی نمیخواهد. و سیر خواهیم داشت به مکان اوباشان در دوشنبه و یا کدام گروه جوانان کوچه های پایتخت را ناآرام میکنند. اکثر عجیب بیکاری. بعد من همین در بیگه روز که جای کامپیوتر دو رفتم میشینن در اونجا بین خودشون جنجال میکنن. اکثریت هوایا پدرشون در روسیه هست. شروع میکنیم از آن که چند لحظه پیش دادگاه شهر خوجند خیرالله میرسعیدов را به 12 سال زندان محکوم کرد. دادگاه ژورنالیست و رهبر کوین تاجیکستان را از روی 3 بند کودکس جنایی گناهکار اعلان نمود. خبرنگاری رادیو آزادی که در تالار دادگاه حضور داشت گفت میرسعیدov در واکنش به حکم دادگاه خاموش بود ولی خیلی راه افتاده شد. مادر او این حکم را ناگهانی و ناعادلانه خواند. دلفروز صمدova وکیل دفاع میرسعیدov گفت که آنها از بالای حکم شکایت میکنند. جزئیات خبر را در سامانه رادیو آزادی بخوانید. پایان‌روی با شدت قرب سومونی در شبانه روز گذشته نگرانی ها را در تاجیکستان به بار آورده است. همگی در بین 24 ساعت ارزش سومونی در برابر دلار آمریکایی 26 درم پایین رفت. اگر روز 10 ایول در بانک‌های تجارتی به شما در عوض $1 9 سومونی و 17 درم میدادند، پس امروز قیمت $1 به 9 سومونی و 43 درم رسیده است. شادمانی یتیم صبح امروز نزد چند بانک کشور رفت و نظر مردم را نیز در بازارها پرسید. خریدار که عرضه باشه خریدار بسیار میشه. مثلا 2 تا میگیره در پولش 3 تا میگیره. قیمت شد 3 تا میگیره 2 تا میگیره. عرضه باشه 2 تا 3 تا بسیار میگیره. فروشنده های بازار نگرانند که افتادن قرب سومونی به نرخ محصولات تاثیر میکند و شمار خریداران کم میشود. کدامش که از خارجی قیمت شده. محصول داخلی میایستد اما نرخ خارج قیمت میشود داخلی نمیشود. نگرانی ساکنان از بالاروی نرخ محصولات در حالی است که قرب سومونی در برابر دلار آمریکایی در یک شب گذشته 26 درم پایین رفت. کاری که به گفته تحلیلگران از این بعد سبب بالاروی محصولات شده به جیب مردم ضربه میزند. وقتی تاثیر میکنه که نرخ بلند میفته. نرخ‌های محصولاتی ارد، روغن، شکر هم چی قیمت میشه؟ برای چی قیمت؟ برای چی؟ برای کی کورس برون میره؟ کورس دلار؟ کورس دلار 135. امروز چند است؟ امروز شده 145. امروز قیمت $1 در بانک‌های تجارتی به 9 سومونی و 43 درم رسیده است. همین طور ارزش روبل روسی که به اقتصاد تاجیکستان تاثیر زیاد دارد برعکس کاهش یافته است. مسئولان بانک ملی سبب به قرب شوی پول ملی را در فرقیت بزرگ بین صادرات و واردات از تاجیکستان دانستند که طلبات زیاد به دلار و همین طور سبب بالا رفتن قیمت آن شده است. قیمت شدن اسعار خارجی مشکل یگانه صاحبکاران نیست. در این شب و روز در بانک‌های تجارتی پیدا کردن دلار که از خارج کشور محض با اسعار خارجی محصولات وارد می شود مشکل است. کارشناسان میگویند تا زمانی که کشور به محصولات وارداتی احتیاج زیاد دارد، بالاروی نرخ‌ها وابسته به اسعار خارجی ناگزیر است. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه. خب نگرانی تاجران را از احتمال پیامد نامطلوب بالاروی قیمت دلار به زندگی آنها شنیدیم، اما چرا قرب سومونی بین چند ساعت به این سطح پایین آمد؟ این سوال را من به همکارم عبدالله اشورov روانه میکنم که حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام. مگر در گذشته چنین نمونه وجود داشت؟ سلام شهلا. ما زیاد شاهدی بالاروی قرب دلار در تاجیکستان شده ایم، اما در یک شب 26 درم گران شدن $1 در برابر سومونی حداقل در 2 سال اخیر به مشاهده نرسیده بود. البته بالاروی نرخ دلار و قرب خود را از دست دادن سومونی یک چند عامل دارد. نخستین عاملی که این بار باعث جهش یکباره دلار شد به گفته مسئولان بانک ملی به پایین آمدن قرب روبل روسی نسبت به دلار بستگی دارد. طی ماه گذشته
قرب روبل روسی 11% در نسبت دلار پایین آمد و این عامل به قول مسئولان بانک ملی به بلندشوی قرب دلار در تاجیکستان نیز باعث شده بود. بنابر معلومات مسئولان بانک ملی 80% مبلغ‌های از خارج می آمده به تاجیکستان روبل روسی است و به این خاطر پست و بلند شدن آن به بازار اسعار تاجیکستان نیز به تاثیر نمیماند، چون بانک‌های تاجیکستان با نرخ گران از روسیه با واسطه روبل دلار می‌خرند و از این رو در بازار داخلی نیز آن را گرانتر می‌فروشند. بانک ملی میگوید تشکیلات‌های قرضی در تعیین قرب اسعار حالا آزاد میباشند. عبدالله، در آغاز گفتی سبب گرانشوی دلار چند عامل دارد. خب جز از وابستگی از روبل روسی با سبب‌های در میان است؟ البته سبب دیگر کمچینی دلار و عموما اسعار خارجی در تاجیکستان است. بانک ملی در شرحی که امروز منتشر کرد میگوید فرقیت بین صادرات و واردات در 5 ماه سال روان به 825 میلیون دلار برابر شده است. این طبیعی است وقتی که کشور بیش از صادراتش از بیرون با اسعار خارجی مال و محصولات وارد میکند، در بازار داخلی البته اسعار خارجی از جمله دلار کمچین می شود، چون همه مال و محصولات از خارج توسط دلار وارد کرده می شود. تشکر عبدالله که مسئله رو برای ما روشن کردی. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. امروز در شهر بروسل قبل از آغاز نشست سران کشورهای عضو پیمان ناتو، دبیر کل این سازمان ینس استولتنبرگ با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ واخورد. در این ملاقات دونالد ترامپ ابراز داشت است که اعضای ناتو باید برای فعالیت پرثمر پیمان سرمایه‌گذاری بیشتر کنند. و گفته ترامپ کشورهای عضو در فکر بالا بردن خراجات برای مدافع هستند و سال گذشته تخمیناً 40 میلیارد بیشتر به بودجه ناتو وارد نمودند، ولی این مبلغ کافی نیست. تفصیلات نشست ناتو در جریان روز در وبسایت رادیو آزادی گذاشته می شود. موضوع جهانی را ادامه می‌دهیم. در جواب به درخواست آمریکا، بریتانیا شماره سربازانش را در افغانستان تخمیناً 2 برابر بیشتر خواهد کرد. روز سه‌شنبه 10 ایول سروزیر بریتانیا ترزا می اعلام کرد که 440 نظامی این کشور به افغانستان فرستاده می‌شوند و شماره عمومی افسر و سربازان بریتانیا در این کشور به 1100 نفر برابر خواهد شد. آنها به حکومت افغانستان در مبارزه‌اش با دهشت افکنان دولت اسلامی کمک می‌رسانند. این گروه در مناطق جنوب و شرقی افغانستان فعال است و در این باره همکارانمان گزارش مفصل تهیه کردند که میتوانید در آزادی ویدیو و در شبکه‌های اجتماعی تماشا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک زن ازبک با بدرفتاری ماموران میلیسا روبرو شده بود، خواسته است که او را آرام بگذارند، چون به گفته وی از توجه زیاد بیزار شده است و تنها میخواهد که مفتش جزا بگیرد. هفته گذشته ویدیوی برهنه شدن زن دشنامهای افسران میلیسا و التجا و زوری مادر به دست بخش ازبکی رادیو آزادی رسید و واکنش جامعه ازبکستان را برانگیخت. کاربران شبکه‌های اجتماعی به خاطر پشتیبانی و کمک به این زن مرکه جمع‌آوری مبلغ را راه اندازی کردند. من سیروژین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی عکس‌العمل مقامات رسمی را در نسبت این قضیه پرسیدم. خود روز اول معاون سروزیر کشور عاید به مسائل زنان از شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک برآمد کرد و کارمند پلیس را، مفتش را، عمل او را محکوم کرد و گفت که خود او به منزل آن زن می رود و قضیه را از نزدیک تفتیش می کند و بعداً به مردم اطلاع دقیق را می دهد. فرداش واقعاً معاون سروزیر به آنجا رفت اتفاقاً و اعلام کرد که این زن به کمک نیاز دارد. همکاران ما از بخش ازبکی رادیو آزادی توانستند با خود جبریده صحبت کنند. سوال دیگری من از سیروژدین مربوط به شخصیت این زن بود. خب همکاران ما از بخش ازبکی با خود جبردیده صحبت کرد. این زن 35 ساله است و یکی از مناطق دوردست دهه‌های دوردست کتقرغان زندگی میکند. قبلا 2 دفعه او دستگیر و حبس شده است برای دزدی و این عمل گویا سبب شده است که کارمندان پلیس، مفتشان این زن را از بازار کتقرغان به اداره پلیس بیارند و او را مجبور کنند که برهنه شود. یعنی سبب قضیه گذشته او بوده است گویا، ولی در عمل این
نشان می‌دهد که چگونه در وضعیت خشونت علیه زنان در ازبکستان در چه وضع قرار دارد. баъдан ман аз сироҷдин дар бораи шароити зисти занӣ хушунатдида пурсидам. معاون سروزیر آید به مسائل زنان پس از تشریفش به خانه آن زن اعلام کرد که از طرف دولت کمک بشری رسانده می شود و غیر از این حاکمیت محلی نیز تصمیم گرفت که به او زن کمک کند، چون واقعا زندگی خیلی وحیم را داشت. در یک منطقه دوردست دهه دوردست زندگی میکرد و اصلا شرایط زندگیش بسیار بد بود. خانهش مثلا تقریبا تخریب شده است. 2 فرزند دارد. شوهرش نیز چند سال قبل از مریضی سنگین فوتیده است و زن گویا قبلا از سنگین بودن زندگیش به دزدی دست زده است و بعدا 2 دفعه یک مدت در حبسخانه زندگی به سر برده است و در حبس گذرانده زندگیش را. سیروژین اسلام بود که با ما صحبت میکرد. تفصیلات قضیه این زن رو میتوانید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. ما бошад бармегардем ба Тоҷикистон. додгоҳи шаҳри Душанбе як гурӯҳи ҷавононро ки баҳори имсол бо занозанӣ ва харобкорӣ сокинони маҳаллаи Гипразими пойтахтро ба ҳарос оварданд, аз 2 то 5 сол ба зиндон маҳкум кард. дар бархи маҳаллаҳои пойтахт тақрибан ҳар моҳ чанд занозании гурӯҳӣ иттифоқ меафтад. ба ҳамин хотир чунин маҳаллаҳоро хатарнок ҳам мегӯянд. ин кадом гӯшаҳои шаҳри Душанбест? Барод Юсуфӣ маълумот медиҳад. маҳаллаи маъруф ба Калелин, ҳоло Меҳробод аз ҷумлаи он минтақаҳои пойтахт буд, ки дар гузашта бо наврасону ҷавонони хашинаш мешинохтанд. ҷанҷолу корткашӣ бо ҷавонону наврасони дигар маҳалҳо зиёд сар мезад. шаташа хурдан чанд кас ки маҳкам шуда ҳамин коло рост я боди кам шуда ҳамин коло. дар маҳалҳои мухталифи Душанбе ҳоло тақрибан ҳар моҳ 1 ё 2 занозании гурӯҳии наврасону ҷавонон иттифоқ меафтад, ки бо ҷароҳат бардоштани чанд нафар ва ҳатто марги теъдоде анҷом меёбад. агар дар гузашта чунин ҷангҳои гурӯҳии наврасон дар маҳаллаҳои хос сар мезад, феълан ин беморӣ тақрибан ба ҳамаи маҳаллаву гӯшаҳои шаҳри Душанбе сироят кардааст. ин сабаби ин вақте ки мактабро тамом кардам аксараш аз бекорӣ. баъд ман ҳамин дар бегаи рӯз ки ҷои компютердо мерафтам мешинанд, дар онҷо байни худшон ҷангу ҷанҷол мекунанд. аксарияти ҳавоё падарошон дар Россия падарашон дар Россия ки ҳаст, гапи модарошон ҳеҷ вақт намегиранд. сабаби ҷангҳои гурӯҳии наврасону ҷавонон дар маҳалҳои мухталифи шаҳри Душанбе ҷанбаҳои иҷтимоӣ дорад. чукан нахонанд, кор накунанд, падару модар нагӯяд охи ягон кор намонанд. иноя абдекорӣ чо карданд дига? фақат ҳамин хел корашон хулиганӣ, ҷамъшаванӣ, сигареткашӣ, нозкашӣ, фақат кори ино ҳамино. бас я сабабаш аст ки аз рӯи духтаро мумкин яхе вақт гапошон мегирад бачаҳо ба бачаҳо. баъд я хоб мешавад ки аз рӯи худнишонтӣ, мисол ки на ман зур гуфта, мисол ҳама вай бинанд ки ман омадастам ман зур гуфта. теъдоде аз наврасону ҷавонон аз хонаводаҳои сармоядор ва мансабдор ки итминони қавӣ аз пуштибонӣ доранд, баъзан чунин ҷангу ҷанҷолҳои гурӯҳии миёни наврасону ҷавононро раҳнамоӣ ва раҳбарӣ мекарданд. ҳаст одамое ки аз қафҳои ино ҳастанд, барои ҳамин нотарс ино мегарданд. барои ҳамин дар маҳаллаи Меҳрободи Душанбе ки тақрибан бадномии ҷангу ҷанҷоли ҷавонону наврасонро дорад, ҳоло чунин ҳодисаҳо нисбат ба дигар маҳалҳо камтар иттифоқ меафтад. ягон бор ягон бачаи маҳаллаи ма дар ягон бор дар милиса додагӣ нестам, фақат ба гапи хуб фаҳмондадиҳӣ кардагем. ҳамин корҳои милиса мекардагем, мо худомо ҳал кардагем. бисёр бачаҳо рости гап дига шуданд ҳамин фаҳмондадиҳо. интиҳои соли гузашта шаҳрдори Душанбе дастур дода буд, ки саркардаҳои ҷангҳои гурӯҳии наврасону ҷавонон дар пойтахтро сабти ном ва муҷозот карда таҳти назорати шадиди мақомоти интизомӣ қарор диҳанд. با امیدی که همه محله‌های تاجیکستان آرام و آسوده باشد، این نشر مجله خبری رو به پایان میرسانیم. سپاس که تا آخر برنامه یعنی 15 دقیقه ما رو تنها نگذاشتید. خبر و گزارش از این بیشتر در سامانه ما و آزادی ویدیو در یوتیوب در اختیار شماست. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشید.